با شما باز خرایف عبدالباسط. در این درس میخوام که در ویندوز هایی که چخیل شما میدونید نو نصب میکنید، یعنی در قسمت بالایی ما کامپیوتر وجود ندارد. تگمچه اتت کامپیوتر یا اینکه مای کامپیوتر در بالا میشه در ما زیر نیست. همه را چخیل با ویندوز ها نشان میدیم. اصولی که با شما نشان میدیم خب با ویندوز 8 7 و 8 10 توغری میگیرد. برای ویندوز 7 باشد او را کار کردنش با آسان تر است و از منوی پوسک میتوانید واریدش کنید. این اصول ها باشد فقط برای در بالا ذکر شده به غرض 7. خب با تگمچه پرسونالیزاسیا وارد میشویم. در ویندوز 7 هم توغری میگیرد و با کانتر دیگر خیلی است. خب izmenene рабочего значков рабочего стола وارد میشویم. از اینجا باشد همین نشانه های که است در اینجا ما میبینیم. همین کامپیوتر رو پخش میکنیم. چخیل که میبینید در اینجا گالچکه میمونه و تگمچه اوکی رو پخش میکنیم یا اینکه پریمینیت رو پخش میکنیم. بعدا تگمچه اوکی رو پخش میکنیم. خب این رو محکم میکنیم. چخیل که میبینید اتت کامپیوتر در رابطه استولی ما پیدا شد در اینجا. خب این خیلی که باشد با این درس امروزه ما با آخر رسید. سلامت باشید.